اکوچینو 5 سال پیش میفهمیدم که شادوینگ کردن چقدر میتونه توی زبان من تاثیر بذاره، چقدر میتونه صحبت کردن رو برای من راحت تر کنه، چقدر منو صحبت کردن رو به کسی که زبان مادرشونه نزدیک میکنه. یه ویدیویی براتون میذارم از آقای جری ساینفیلد، کسی که اولین بار ویدیوی فیلم های سیتکام رو به وجود آورد مثل ساینفیلد که بعدش فرندز اومد و همشون معروف شد و اینا. توی این ویدیو یه جمله یا تکرار میکنه. من اول اون ویدیو رو میذارم، بعدش یه قسمتی از اون جمله رو پاک میکنم که شما بگید. شما باید اینقدر با این ویدیو تمرین کرده باشید که بتونید وقتی که اون قسمت ها وجود نداره شما جای اونا رو بتونید پر کنید، یا اصلا اون جمله ها رو با همون سرعت بگید و اون قسمت ها رو هم بتونید بهش برسید. اگر بازم میخواید تمرین کنید، یه ویدیو عینش رو قبلتر ریلز کردم، میتونید با اون حسابی تمرین کنید. من یه بار اینو میذارم پخش بشه، بعدش 3 بارم به صورت منقطع میذارم که بتونید باهاش تمرین کنید. روز خوبی داشته باشید. Your only focus should be on getting better at what you're doing. Focus on what you're doing, get better at what you're doing. Everything else is a complete waste of time. Your only focus should be on at what you're doing. On what you're doing, get better at what you're doing. Everything else is a complete Your only focus should be on at what you're doing. On what you're doing, get better at what you're doing. Everything else is a complete Your only focus should be on at what you're doing. On what you're doing, get better at what you're doing. Everything else is a complete